سلام نبیل جان. مانده نشی. خوب هستی؟ بخیر آمد جان. دیگه یک ماه شد کنه. نه صحیح شد. خوب هستی انشالله. بخیر هستی؟ بخیر هستی خانواده خوب است؟ یعنی خوب است؟ فضل خدا خوب بودن؟ فضل خدا سلامت باشی. انشالله بخیر آمدی. زنده تو که امروز وقت اومدی؟ ما یک ذره وقت‌تر از کار آمدم به خاطر امی مسئولیت دایندی که پدرم سر مانده به خاطر امی ازدواج خودت. ازدواج ما؟ بله به خاطر امو خواستگاری میرم. اگر حالا جان خدا چی نکو ده آدم معلول معیوب نابینا کی دختر خودم ایتا مایوس نباش سایکو هیچ خدا زحمت نکرد خیر ببینی از احساس تشکر مگم من خودم میگم که با زحمت نسوزی گفو نیسته تو مایوس نباش فهمیدی ناامید نباش یک در بسته 100 در باز میگه تشکر خیر خدا مهربان است من یک دفعه امی خانه کوکو عزیز میرم همه همسایه ما یادت است بله یک دفعه گموجا برم چی نظر داری نظر کدام نظر بله ندارم کدام نظر خیر ببینی نظر تو هم نیک است مگم فکر نمیکنم با خدا ما برات گفتم دنیا به امید است مایوس نباش بازم یک بار میرم امیال میرم امیال از وظیفه آمده امیال یک بار میرم پیشش ببینیم که چی میشه خب حالا که خدا که بیادر که سنی جان قند خودت کمی تصمیم گرفتی و خیر ببینی که حرف پدرم به گوش خودت هست دیگه ما که قسم سنت دیگه برادرها دیدم هر کس به روزگار خود است قربان دیگه زحمت‌های تو ببخش ببین توکل به خدا دیگه زنده باشی لالای مرسی دیگه ما یک بار پای میرم که این وقت خانه است پس میم ما منتظر باش درست است گپ خوبم نشنیدی بچم بوم نگو سنیل بیادر آمده بخیر الله بخیر خودت که رفتی من خسته بودم یک چی میخواه کنم خوب هستی؟ باش آمدین بخیر رفتین دیدینشان چی گفتن؟ رفتم دیدمشان خواه با چی شد؟ باز فردا نتیجهش هم میگه برام در تلفن میگه خواه خیر باشه خیر ببینین بخیر باشه خب فعلا من میرم کمی کار دارم شب میبینین باز فردا اول شب برات میگم باشه سیده جان مکتب رفتی بچه؟ آفرین درس مند میخوانی؟ آفرین درس های تا بخوان آفرین ماشاءالله کوشش کن بابا جان در روز هسته بوده تو بچیم کی آمده است استاستو برو سایکل آفرین بچیم بله بچیم کی بوده پشت دارو کاکا سنیل بود برو بگو بیا بگو بابیم در اینجا داخل اولی بیا بگوشه آفرین السلام علیکم و علیکم سنیل بیادر خوب هستی جانت جو بخیر خیر انشالله خوب هستین انشالله بخیر هستین فامیلا خیر هست انشالله فضل خدا اولادات خوب است شما چی حال دارید خودت خوب هستین انشالله چه حال چه احوال چطور که خبر از ما گرفتین انشالله برادرها خوب است فضل خدا دیگه انشالله خیرتیست شکر الحمدلله سلامت باشی همین یک برای من یک هوای تازه گفتیم باز یعنی شکر که دیدارتون هم برای ما مساعد شد آمدی بخیر سلامت باشین دیگه چطور است برادر خوب است انشالله فضل خدا دیگه نبیل جان چطور است استاد نبیل بسیار ماشاءالله جرأتش فصاحتش علمیتش خوشمه پانتون جرأت چطور کرد فضل خدا شکر است جور است خوب است درسایشون خلاص کرد پانتونم تقریبا گفته یگان تو خلاص است نام خدا بهشک ماشاءالله خوب شد آقای صاحب از نبیل جان یاد کردی بله پدرم داینده که بسر مانده بود به خاطر نبیل جان خب بسیار خوب مناسبت ما پیش شما آمدم شما بزرگوار هستین به او خاطر پیش شما آمدم
امیدوار هستم که ما را ناامید نسازین دیگه. همین دخترکتان میخواستم برای نبیل جان. خب ما رسیدیم حرف سنیل برادر، ما حرف تا رسیدم. معامله خیر است، یک گپ نیک است. باز نبیل جان خب باز من بسیار دوستش دارم و قابل قدر است و باید احترام شود، قابل احترام است. همون سخنرانی هاشه که بعد از مجالس میبینیم ماشاءالله علمیتش پیش ما کدام مشکل نداره. این باز معامله خیر است. باز ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم، باید امی معلولین خود حق اولت بودیم در هر کار زندگی. بله چون اونها هم مانند ما و شما حق دارن زندگی کنن، حق دارن ازدواج کنن. اگر محلول بچه داریم دختر باش بتیم، اگر دختر داریم بچه را بتیم. این گپی است که ایمانی وجدانی حق مسلمشان است. چون در کشور ما افغانستان همین مسائل بسیار قسم نادیده گرفته میشه. ما اکثریت جوان ها را میبینیم که معلول هستن، سنشان بلند شد، برای کسی اونها را ازدواج نمیکنن، نمیتن. این یک مسئله است که باید یاد کنیم. این کدام مشکل نداره دیگه. باز ما رو دوست دارم، شخصیت عالی است. تشکر. هیچ مشکل نیست. همه قبر میگو سنیل برادر از طرف من کدام مشکل نیست. خب دلک جمع باشه. تشکر آقای صاحب. خواهش میکنم ما همراه فامیل یک مشوره کنم، مادر اولادا و همراه خود دختره که یک صحبت داشته باشیم. باز ما شماره پیشم هست، ما باز همراه با تماس میشم دیگه. درست است آقای صاحب. ما برم که همین خبر خوش برای نبیل جانم. حتما دیگه. با اجازه تان دیگه. مشکل نیست، ما با شماره تا با تماس میشم. خوب گپ. خداحافظ فعلا. خداحافظ. سلام بگو فامیل. تشکر بازم آقای صاحب محترم، بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. هر چیزی دعوت توان ما است. انسان تا انسان است آقای صاحب محترم. بله. خانه کاکا عزیزم رفتیم. بسیار. همین کاکا عزیز یک گپای ناخوشایند گفت، واقعا دل ما را شکست. با این مسئله رفته بود. بسیار ناامید ما ساخته بود. بله. بسیار زیاد تشکر آقای صاحب. خیر باشه، خیر مشکل نیست. امیدی دادن برای ما. تشکر. من گفته که بزرگا دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران که به یک دل بهتر است. یک دل به دست بریم حج که دیگه. یک جهان سپاس. هیچ برو دیگه فقط تبریکات منو بتیم، ما حتما با تماس میشیم. خدا نگهدار. خداحافظ. بخیر و سلامت باشی. نبیل جان بخیر. نه نبیل جان خیلی بخیر که قبول کرد. کی عزیزم خان؟ نه بپوش تا اینه که بپوش. وای بابا. بیا دیگه در آغوشم بیا. بخیر قبول کرد. واقعا ما خوش هستم واقعا. بشی که ما برد بگم. قبول کرد. از لاخا قبول کرد؟ نه از زلاخا را بان. چرا؟ من تو را میپالم، از دست خوشی تو را پالشتیم خانه به خانه تو آمده اینجا خدا. ما همینجا آمدیم اول سر بود مطالعه خود خلاص کنم اینجا خبر بود. خیره. از زلاخان قبول نکرد. ما دین روز تو را نخواستم که جگرخون شوی. چطور؟ پیش آقای صاحب یوسف خان رفتم، دختر از را برد گرفتم، قبول کرد. شک والا. بله. خیر ببینید. تشکر. خب با چی گفتن که بالاخره دیگه راضی استن میاد دختر خدا آقای صاحب قبول کرد. خدا آقای صاحب گپ زدم. بسیار خوب. بله. خیر ببینید. کسی هست که تو که او را میشناسی، که ایش معرفی استی؟ امو دختر دومی که دیده بودم. بله خودش است. خیر ببینید. تشکر. زنده باشی. از بزرگترین دینی که پدرم سرم مانده بود از دو خود خلاص کردم. واقعا خوش هستم. من خوش هستم. والا خیر ببینید. من با خدا امون روز گفتم که نخواد نمیگم تو که ما ماشاءالله کمر بسته کنیم کار انجام میدیم. ما گفتم ناامید نباش. نه گفتم برات. نباشی لالا جان. گفتم برات. آقا سلامت باشی. صبح بخیر. میریم خواستگاری. تشکر.